جوانی خاطرات خودش رو بیان میکنه، میگه در یکی از شبها بین من و پدرم بگو مگویی شد. اینجا اون میگه حرفامون خیلی بالا کشید، صدام بالا رفت، کتاب رو زدم به زمین، درس میخوندم به عنوان اینکه یعنی از تو بیزارم دیگه. رفتم توی اتاق خواب خودم که بخوابم، استراحت بکنم، کمی احساس سبکی بکنم. رفتم و خوابیدم. صبحم هیچ توجهی بهش نکردم، نه خداحافظی نه هیچ. زدم از خونه بیرون، رفتم دانشگاه. در دانشگاه در این درس یه دفعگی وجدانم بیدار شد. به قول من و شما فهمیدم که چه اشتباهی کردم. از دانشگاه بیرون شدم، موبایلمو در آوردم، پیام نوشتم برای پدرم. نوشتم سلام علیکم پدرم، من شنیدم که قسمت پایین پا از پشت پا نرمتر است. آیا پاهای شما اجازه میدهد که با لبانم از راست بودن این جمله مطمئن شوم؟ پاشوخی نوشتم، مزاح. موبایل بستم و گذاشتم تو جیبم. وقتی که آمدم وارد خانه شدم، در رو که باز کردم، دیدم پدر مهربانم روی مبل توی پذیرایی نشسته، اشکاش داره این قطره‌های مروارید داره میریزه. خودم رو نزدیک کردم، نذاشت منو. گفت پسرم اون جمله‌ای که تو نوشته بودی ولی نمیذارم پاهمو ببوسی، ولی این جمله‌ای که تو نوشته بودی در ایامی که تو خردسال و کودک بودی، در ایامی که تو نوزاد و بچه بودی، خیلی وقتا نزدیک بود به زمین بخوری، تو رو میگرفتم در آغوشم و در بغلم میکردم. این جمله‌ای که تو نوشتی این رو من دقیقاً در ایام کودکی و نوزادی تو لمس کردم. کف پاهای تو رو میبوسیدم، تو رو مانند یک گل خوشبو میبوییدم. چشمان من خنک میشد. اگر گاهی غذا نمیخوردی پریشان میشدم. اگر گاهی تبت بالا میرفت به فکر طبیب و دکتر میشدم. اینها رو همه رو من در ایام نوزادی و کودکی روی تو تجربه کردم پسرم، و بدان که دوست دارم پسرم. جوان بلند می شود، خودش رو به دست پای پدر میاد. جوانان عزیز، عزیزانی که از نعمت پدر و مادر برخوردارید، قدر اینها رو بدانید. اینها نیستن همیشه، اینها روزی سفر میکنن. وقتی که بروند دیگر دستی برای بوسیدن نیست، دیگر دستی برای گرفتن نیست، دیگر دعاگویی نداریم، دیگر دعای پشت سر ما باقی نمیمونه. سروران عزیز، جوانان عزیز، قدر پدرها و مادرها رو بدانیم. این نعمتهای بزرگی هستند.